حقیقتا ذلیل‌ترین امت ها فعلا مسلمان ها و این به خاطر ما هست. این به خاطر است که ما، یعنی گاهی وقتا یک عده از مردم فکر میکنن که من در این حالتی که بر امت آمده دخیل نیستم. یکی از بزرگترین ابزارهای آمدن عذاب و مصیبت ها از جانب الله تبارک و تعالی گناهان هست و ما گاهی وقتا به خاطر گناهان ما بر جلب عذاب الله متعالی جل میکنیم و الله متعالی میگه ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. شاید اگه فکر بکنه که من خود گناه شخصی خودم از که انجام میدم دیگه، این چی به امت؟ این تو نیست. وقتی قدرت معنوی امت پایین میآید باز دیگه توان مقابله در مقابل دشمن را پیدا کردن نمیتونه. و همیشه عمر رضی الله عنه این گپ خیلی دقیق درک کرده بود. وقتی که مجاهدین در مقابل کفار روان میکرد برشان میگفت که شما از لحاظ امکانات مادی با دشمنتان قابل مقایسه نیستین، فقط این نیروی معنوی است که شما را به اونها ترجیح دادن و اگر شما نیروی معنویتان را با گناهان به سطح اونا قرار بتین از لحاظ امکانات نظامی اونها سر شما قوی پیروز میشه. و تحلیل جالب کرده، دقیق همونطور هست.